دوستان عزیز، بسیاری انسان ها میگن که ما یعنی سمیوان میخریم یا اینکه رد گینسر میخریم یا اینکه بیگ ماست میخریم یا اینکه الوزنون میخریم فربه نمیشیم. خلاص که برای فربه شدن برای اینها استفاده بردن 4 دارو. خب با قطار اینها یعنی باید چیکار کنین شما؟ یک تا روغن 3 دانه استفاده برین، یک تا امگا 3، خب یک تا دیگه قوت برای بخواهید که полностью результат خوب شود. خب یک تا دیگه قیست الهندی با خب بعد فراتو مثلا این 4 دارو قطعی و یا که ریگنسی یا اینکه سمیوان یعنی هر دیور استعمال میکنی результат افکتیو میشه. انسان هم مسکل میگیره، هم ژیر لیش نمیگیره، هم اشتیات خوب میشه،